سلام و درود دوستان عزیز ما. خیلی که از روی موضوع دیگه بسته البته امروز خونه سامان سلطان کور سر کرده است. من یک زیبی دیاری ما سامانیان اینجا میهمانه میرم این وقت خدا میگذارم در اینجا معیشی مشخانه سامان سلطان بسته. بعد از تعمیر خیلی اینجا خوشبوی شده یک سایتی واقعا جذاب و دیدنی است داخل در نزد این فانتن شیشتن یک داخل یک لذت داره باش ترسایی او گوش میکنی آدم عصبش آروم میکنی واقعا جای عصب آرام کنی هست و هر کسی که میاد و افریمو مهمون باشید اگر بسیار حتما با کانال ابونه شوید چون طولی از 2020 این جانب است که ماحول هم نه وقت 13000 تحقیق شده است. شما در دوره در کمو فانتن استفاده کردید واقعا از سال 2020 این جانب میگویم همین جاده یوتیوب کور فعالیت میدن مولا هم باشد نه وقت 13000 تحقیق کرده هستم اما خاطر اگر به شما دشوار نباشد حتما ابونه شوید چون که کانال ما نیست مخالفه زیادتر شود و چون 60% بیننده ما کانال ما رو به ابونه شدن تماشا میکنند. سید حمید سلام مردم تاجیک و علیکم سلام آقای سید حمید که بر تمام کل مردم تاجیکستان سلام دادگی هسته و علیکم سلام میگم از نام کل مردم تاجیکستان و خصوصا مردم مسجد که این زمان قرار دارم در این زادگاه هم مسجد. علیکم سلام میگم سید فتح اسمت گواری پریویت سید هم ششلیک دارد اکو این چیزاش انتحالی فهمیدگی نیست این پدراب نه شاید در روزه نزدیک انیق شود که و فکرم شاید داشته باشد لیکن انتحال من در گرد اطرافش دود ششلیک یا که به مشروع من بوی ششلیک رسیدگی نیست چون امروز گفتن که انا هنوز پیشاده شده است واقعا داخل او رو بینید که یک من دیروز در آمده هم خیلی سری گذر نگاه کردم خیلی زمانوی یک دیزاین خاص گرفته با خود اکو اینجا آمده از نزدیک میبینید خدا خواهد کسی که میخوادم اینجا آمدن واقعا کسی بیاد یک انگشت حیرت میگذارد از زیبایی دیزاین داخلش. مبارز مسجد سلام علیکم زرافشان با پیش از تیومن زنده باشن مردم تیومن که ما رو نگاه میکنن از این دوریای دور وطن یاد کرده ما رو تماشا میکنن. خوش آمدید میگم آقای مبارز چون در این اکران دو بار پخش کنید لایک میشن این لایک هم اصلا با من فایده نداره لیکن برای بیننده رو به خود جذب کردن لایک چیزی در کار است چون لایک میزنید دیگران از این چیز با خبر میشه. راسته پایین گویی یکم لایک رحمت دوستان برای یکم لایکتون خسرابگ یورو السلام علیکم این کانال باشد در این شرفانه را نشان میدادید خدا خواهد میشدم است نشان چون به خانه میرفتم اما یک زیبایی را دیدم گفتم یک در گرد این فانتن نشسته کمی با یار و دوستو هم صحبت شوم چون از حال احوالشون خبردار شوم. خیلی خوشحال هستم از آقای مولا حافظ دوست عزیز ما چی حال داره خدا شما رو نگهدار باشد هر جا که باشه چه دست در رو تو پنجر در رو تو کشیدگی یا باید خلصک باشد خوشنگ نیازو ارسنال با پیش آقای محمد قربان خوش اومده من خدا خواهد سامان سلطان هم کشاده شده است بچه ها رو دعوت کنید آمده اینجا
اون تشکیلی میخورید بو میره خدا خواهد. با شما موفقیت ها خواهان هستم، چون شما بازیگر ذخیروی دسته نامدار آوازه‌دار مسشو هستید. خدا خواهد در روز یکشنبه که بازی بود ساعت 4 با همراه دسته نمیدونم چی بود، با حرف ه بود، فراموش کرده یا اونجا دسته کجا باشد دوستی عزیز ما. خوشنگ نیازو ولی این خوشنگ نیازو من یک روز همه خبردار کردم که همه در نام شما دیگر کس گردید شده است. گفتن که اون کس حالی هم اکاونت من رو دلیت نکردیم، با همون خاطر اگر علاجش باشد همین اکاونت حضرت او دلیت کنیده، اکاونت خودتان قطعی برید. سعید همین درونش نشان تید بینیم خدا خواهد میشه داری. مظفر سعید السلام علیکم و علیکم السلام. یا امکانیت باشد درونش داره بینیم خدا خواهد میدارم کمی توقف کنید از صاحبانش اجازت گرفته بعد دارم نکن با گویم کامرا لسنگن عجب و ماشاءالله. بله دوستان خیلی خوشرو شده گسته دوستان، همینجا محله و همین داخلش بینیم دیزاین خوش گرفته خدا خواهد میشد میدارم و کمی یک توقف کنیم از همین صاحبانش خودسیم خدا خواهد دارم دارم شما میتونم برای شما معروف شما خودسیم. سلام علیکم نازید کم نمایید همینجا برم دوستان با دوی شما همینجا سبزیده گشتیم. حتما لایک رو زنید دوستان، لایک تو اینکه ویدیو را بینندش زیادتر شود دوستان. مظفر سعید اینجا نوحه مسجد جماعت مسجد منطقه یکم اشاسکه اساسیاسی خوشگی دهخانی سامونیون پیشینه اورجانکی اگر شما در زمان شوروی باشید اینجا باید سامونیون است. قربانزاده اف گواری پریویت زنده باشید. مولا شریف خوجه نظر آشخانه در کجا هست؟ در همین پهلوی چی بگویم در سامونیون است، در همین لبی کانال نزدیکی پیشینه پارکی تراکتوری سامونیون با اینجا بوبینه سرخ معروف است، چون اولین بار این بینا را پوشیدگی بودن رنگ سرخ خطی داره. این روز باشد ملاش رنگ دارد، خیلی یک با خودش یک خوشروگی خوصه گرفته است. خدا خواهد نصیب باشد اگر در نشران درآمده حتما برای شما نشان خواهیم داد. فقط کمی طاقت کردن اکو و اینکه اجازه چه گرفتن اکو برای خاطر داخل شدن به آشخانه سامان سلطان. الله حافظ. خرسک من گمان کردم و چشمو کم در خیرش دست اسماعیل که کردکی بینم فکر کردم خیلی دست در رو موندگی هست و همون خاطر زنده باشید دوستان. خدا نگهدار شما باشد، هر جا که باشد آقای مولا حافظ بود. من همین فانتم به گفتی بزرگایی که اشتباز خیلی آرام کننده، خیلی هنوز خسته بودم از کار آمدم هر جا خونه پیشو رفتیم اونجا کمتر مونده شده اومدم بیاد همینجا گذشتم گفتم از همین نزدیکی همین بیمه سرخیه یک کمی هم باشد افیر کنم با شما دوستو هم صحبت شوم. شام آرامی وطن چی دلانگیز است. سلام ایشانی محمد خوجا و علیکم سلام آقای مولا سنگین رجب زنده باشید. شعر آمد اکا ایرانی چی؟ نه دوستم برای چی خیلی گفته؟
نسیم جان خلا سلام اکنون در کجا باشه؟ خداوند نگهدار شما باشه. دوست عزیزم ما در نزد سامان سلطان قرار داریم. آشخانه سامان سلطان ایرانی لنگوادیش نو دیدم. عجب گفوه. فرخت عالی. پیرام نورو سلام علیکم. علیکم سلام دوست عزیز ما پیرام نورو 0044 زنده و سلامت باشید آقای پیرام شو. دوست مراد دولیمانو شاید سلیمانو باشه. چه گفت کینجی فضای کینجی و آرامی دیار آبادی های دیار دوستان. تو امانده تو رو برو زنده باشه دوست عزیز ما پیرو جان. فرخت سلام گفتم. علیکم سلام. چلونو نفر تقریبا دیگه 50 نفر نگاه داره لیکن لایک نیست. تو دو بار داره اکران پخش میکنید پیام حتی لایک میشه. برای این زیبایی دیاری اخی لایک شود آخی. اینجا چیگه پرستیسته اینجا ایزی گفت دوستان. اینجا دم گریفت شدیم در زیر یعنی شرشره. اینجا روز آشخانه سامان سلطان دوباره به خود یک لباس نوی رو گرفته است. با یک ایمیج نو آمدگی است در این دیار ما. همون در نزد استوره گویم با دوستا صحبت کردیم. با شما صحبت کردیم. فرمان ناصر و سلام علیکم. تینجا خوبه خدا رو سعید سلام علیکم. استاد دوست محمد استاد سنگ زنده باشید. استاد سنگ زنده و سلامت باشم دوستان عزیز ما. خوش آمدید. تویستون بخیر. زنده باشید. خوب تعریفش کرد. چی داشته این آشخونه؟ این آشخونه نمیدونم چی دارد. پروشتا میگم یک با خود دیزاین نو گرفته. گفت شاید در وقتی که این قدر رسپاده شد دیزاین خوب شد شاید چیزای خوب هم در داخلش کم پیدا میشه. البته وطن تعریف کردن هر کار عبوده وطن تعریف کردن هر کار. چون هر یک فردی وطن دوست میخواهد وطنش و یگان چیز تعریف شود. مولا خواست این وطن یک تعریف کنیم. یک دیار یک عبودی این زیبی سامونیون این آشخانه سامان سلطان رو سگر می جای معیشی. اینجا بربرشوپ هم دار از سامان سلطان. یک چیزی اونجا هم دیزاین زمانوی تمامی شرط شرایطی که برای بربرشوپ هست در اینجا موجود است. در دویم آشیانه در اینجا زکس هم عقد نیکو هم میگذارد. در اینجا یک فانتنی خسرو البته با یک عکس میگرند. در اینجا خلاصه گویم جای ناز است. ششلیک تختشی در دویمش است کرد 23-25 هم خیلی نه.
اینجا بود من نمیدونم چرا هیچ آشی پلوی ماسچری پختم گفتم که من خبردار نه و خیر پسی کاربار امروز شده شدم حال طولی دانش من خودم دیروز به کامera دیدگی بودم اگر اجازه مدهن با کامera فعلا در آمده در همین رفتی ویدیو اتیر برای شما شاید نشان دیم ولی هیچی گفته نمیتونم دورب السلام علیکم همچنین در ایزان سلامتان نازه خداوند نگهدارتان باشد زنده باشه شعر آمد و ایستان خاک و خسش ای پریز در بولو ای بله دوستان یعنی که بگذار گدا باشم در خاک وطن میرم میگون امیری به وطن کمچی هست میگون هم خیلی راست گفت دوام مصره ها در یاد نیست اما هم خیلی گفت و کارو هست سنگ های دیوال نشان دهید اینجا خوبه خلاصه اجازه شده گرفتم و یک دامی دانش برای دوستو نشان میدم اینجا فرمولت آدمه و شب دانش مینه گفتیم یکی زمین نشان کم که بود چشماتون رو پوشیدگی هست دوستو یک باره برای شما داخلش نشان میدم بسم الله دوستو اینجا از درآمدگاهش آغاز میکنیم ببینید که با خودش یک سر و لباسی نویم گرفتگی است و یک دیزاین خاص میدارید گویا اینکه در شهر است با فکرم در شهر هم خیلی جاها ممکن که انگشت شمار باشه اینجا از دستویش وجه معلوم است که چگونه خوشبو است برای خاطر خوشرگی حتما یک تایی لایک رو هم زنید که تو اینکه ویدیوی ما رو با بیننده های زیادتر شوند یوازه تایی 50-60 کس بوده با کم برو رفتن مرمت میکنه خدا خیلی از پگاه علیکه یک شده شدی است خب با همه دوستو حتما کامنتار رو نویسه در باره عبودی همین آشخانه سامان سلطان گفتم بازم میگویم که اینجا بابت یک عبودی دیار ما یک زیبی همین دیار ما از سامانی ها خلاصینا بعد از مهمونی اون دیگه هستیم و هر حال دوستو خیلی با همه و سرخون رو بهش نمیگیریم و میده که خیلی خوش رو
نه خندش میگم در این وقت شما در روزی میبینم سیام کش نه اینجا ششلیک همیشه از گفت ششلیک همیشه این چیزی نگونه چون در این پیش ششلیک نبود دوستو البته ششلیک در اینجا میشه بسته اصلا جواب کامنتاری شما رو میخونید ببینید چی گفت تو آیا به شما پسند آمد همین عبودی یعنی دیو زیبایی است تو خداوند در کسب کارتان برکتی از بسیار منظره زیبای دیگر سامانیان بله دوستان که درون نشان نشان که یک غلط تعریف کرده آواز گم شد این چیزا خدا خواهد پگاه من در روز اومده برای دوستو چی میگود هم منوش هم همون چیزاش همشه برای شما نشان میدم دوستان پگاه خدا خواهد برای شما نشان میدم از داخل اینا نوار کرده ولی فقط افیر بوده شاید در افیر ایمون کمی چی گویم نوار خیرتر آید انشالله از پگاهی برای شما هم مینیو هاشه همه جاشا پر را نوار میکنم و این چون رقم هایش هم میگذارم برای کابینه ها را مثلا بند کردم و زنگ زدم همه شوشه روخت برای شما میمونم و اینکه شما نیست ببینه دوستا عبدالقهار همدمو السلام علیکم و رحمت الله و علیکم سلام شاید در اینجا بعضی کامنتاری ها خونده نشده باشن چون من طول همه کامنتاری ها نموندیم من اینجا در اومدگاهی آدمی دیم بینو بهترین خوشرو بهترین خوشرو یک ورمینی ناخ دستافکش هم انیختنی اکوازر معلوم نه دستافکه این حیانه اینا ما هم تو سری گذر گویم برای شما دوستو نوار کردم بعد در آینده نزدیک خواه پگاه باشد خواه کدام روز دیگر حتما برای شما نشان میدیم پر رگی چی منیو دارم چی دستافکه می یا اینکه آش می همشه خدا خواهد برای شما نشان خواهم داد
فقط این چیزا صبر کردن نکو. هر یک کار یک بورا نمیشه دوستو. انشالله همش میشه. چون ما را خوب پذیرفتن جزر مدودن که داخلش برای شما کمی هم به نشان دادیم. با اگر فقط در روزی با اون خیلی کابینه های که ساختگی هستن همون کابینه ها برای شما یک بر رقم هاشون نشان میدم دوستو. مکسیم جان در یوتیوب گذارید بینم. خدا خواهد گفتم که پگاه انشاءالله ویدیو میکنم. این افیر صفتش پسته اما وقتی که نوار میکنه باید عموما دیگر خیلی هست. در اولش نبودیم. این رنگ اون لحظه گوارو اولش نباشد نمیفهمه. خدا فکر همش معلوم بشد. من خدا برای شما از نزدیک نشان میدیم. اینکه شما نیست چی بیم ببینید. سلام زولتون یکیه. این در کجا ادرس ما هم دو سامونیان نوحیه مسجو جماعت مسجو کلخوز سامونیان. کلخوز میگه اصلا در این زمانه اسوسیاسیون فوجیگری دهقانی سامونیان میگن. یعنی که پیشینه آرژانتیزه. از این کانالی که بین دیار رو میگذارد تقریبا 100 متر بالاتر است. اگه توپ دیگه تلفن اینا دارم موبیلش توپ کن. زانو هست، ارچه ها هست. اینجا یک دوکان میفروشی است که تقریبا یک قریب که 24 ساعت نه خیلی زیادی وقت از این سر کرد تو بگانی میوه تر و تازه است. اینجا دوی ماشینه و بربر شاپ است. با تمام اسلوب های زمانوی کار و فعالیت میکنند. اوه ماشاءالله. او بله دوستان ماشاءالله خیلی خوشرو شده گرد دوستان. بهترین است. مبارز مسئول مجید و اعظم خان سلام گفتن از تیمه زنده باشند. اکای مجید و اعظم خان خداوند سے نگهدار باشد. در کسب کارشون خداوند برکات عطا کند. علافی پرس این راست یک پرسه دیدگی بدم. یا دونی پرس 25 سومون گفتاد بود. تو 27 خیلی 27 25 دستر زمین یک از گفتاد که 20 هم میدیم گفتاد بود 20. اگر دستم کشه راستی هم نپرسیدم چون من نگرفتم. اول طول یکم کسم ریکلام کردگی نیستم در بابت عرب
ای شرایط شود اگر حتما اون کسا دیم همون علفچه نوار میکنم. مهینه سفر علی زاده سلام چو کردی خوبی سازی ما خدا رو شکر خواهر عزیز خدا رو شکر. برا سلام علیکم برا تو خواه زنده باشید اکو خدا شما را نگهدار باشد برادران و خواهران. چون خواهرها نوارهای من خیلی کم نگاه می‌کنم. تقریبا 2% بیننده من از جنس لطیف است دیگرش مردها هستند. حسین زین الدینov این در کجا کشاده شده؟ در سامانیا مرمتون پیش وقت بینه سرخ میگفتن همون بینه سرخ راستا ریمون کرده دیزاینی هم این اشخونه رو تماما دیگه کرده هستند تماما زمانوی شده است. باور کنید دانه درمده ششتی سر میشه از تماشا. البته از تماشاش سر میشه خیلی خوشرو. البته من جایی از این دیده خوشرو را تول دیدگی نیستم چون من گشتگی نیستم. برای من خیلی پسند خوشروی است. اگه شما که بسیار جاها میگردید هر جاها رو میبینید شاید برای شما نظر نگیر باشد لیکن به هر حال پسندتون میآید. و اگر در گرد همین فانتن همین گونه استول ها رو بسیارتر مونده با اینجا بتون مردم اومده دم میگردن زیر این شرشره. خیلی عصبانی هم باور کنید آرام شد چون طول امروز عصبانی بودم حتی کار همه خیلی است. خیلی عصبانی هم آرام شده است. حسین زیندین مسجو کاک دیلا مهینه سفرده دیلا все хорошо الحمدلله. اعظم خان پزمان وطن شدیم آخه بیاین رفت که اون کسی داشته حالی هر یک کس برای خودش چی گوییم صاحب اختیار خود است. هر وقت خواهید دلتان گم زده باشه حتما بیاید دوستان. مهینه سفرات کاک دیلا عمر سلام علیکم. این در مسجد کشاده شده این کشاده شدگی بود دوستان. این پیش بینه سرخ میگفتم امروز راست در همین طول یک ماه رمضان تا همین روزه در تعمیر بود و پره داخلش ایمیجش دیگه کرده هستن. خراشو ماشاءالله باور نیست وطن جان یاد کردیم و بیایید داخل وطن حاضر بعضیتون شاید باربرشاپ شدیدگی نیستید برای شما ولی برونه باربرشاپ میشم نشانتان و تحقیق خیلی در شهر کمتر است خیلی جای خود بسید ولی اینجا خیلی خوش را گفتم که اینه ده بخصن دارم همه گازون میسته بستو ببینه. سلام علیکم و علیکم سلام دوستان و علیکم سلام. جا اپتیک هم داره مو جا بانک اسخات هم داره وای طرفا ام نیژنی خوجا بسم الله. سردادگی نیستی و خیلی یک سرباز ما یک سرباز افیر کسیم در پایان اینجا ریکام کرده خرسای الان ناسنامه پیره
من دوستو دیده دوستو گفتم که اینجا مرامتون زمانوی است پر من چند بار برای دوستو اینجا کیفیر کردگی بودم. اینجا بربرشاپ شد استاد سعدالدین. این کس گفتی که استاد چیرده است اگر شناسه очень понравился мне. Конечно, хорошее место. А номи Фируз Зарafshon салом гӯягам нест. Не бустон немрам инҷа деҳот масчо. Дар бустон варне хеле ҷой нест. Ҳамин не барбершоп, не ошхона. Барои ман як ошхона дар бустон маъқул аст, ошхонаи Ваҳдат. Дигар ҷо хай ба боло شاید Максим Джонон, вы могли бы фиксировать на видео новый склад? Махинахон тоҷики гап занед. Аптека красивая аптека. Son azizimo. موی سرپس کنی از 20 سومون سر میشد و هر برابرش با به خودش خاص بها دارن. مسیج هم دارن اینا دوستو منه. مسیج سر Davranmurod familiya. Oshxona somoni behtar است albatta. Bale do'ston. Mahine Safarzode Tojikiston krasive da Tojikiston. Umar man ravam barای شما یک چایخانه میکشم نامش خوجبک باشد. رحمان مراد. سخن تو بسه. کشید خدا تو زندگیتون پیش برید. غمی منو نفرید منم تو اکی عمر. Максимус столько стоит одна стрижка. Стрижка самая дешевая 200-250 рублей. По рублю. От 250 рублей начинается до 1000 рублей. اقبال شریفزاده منتداری خودم رو به چنین صاحبکاری وطنی میرسم که برای مردم دیارمان خدمت میکنم. بهترین سخنان را نسبتی علمین شخصیت ها گفته. روخن زیب دیار است. این مکانی زیب دیار ما سالیان است. حسن بخیر سلام علیکم. مهینه سپاسچه تاجیکستان کرسی بده. نورالله یونس زاده سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب میگوید ها. دوستو دیدم که برای شما بربرشاپ هم نشان دادم. حالا سیال کمه کلینتاشون فکرم خوب باشه نه. لیکن اینجا کوربرو کرد دیگه. الان کوربرو کردم و همون تمام شرطش شرایط ها از سرویس ها بیایه سریشکه با ما این را خاموش کرد. همین رفتی نوار میبینه زنگ زنیده نوبت گیرید هم میشه نوبت گیرید هم میشه دوستا. ما مخلص از شدی شما محسوسیتی در کامسمان 10 سمان هر موی سرپس کردن. البته دوستو موی سرپس کردن با وای دارد مهارت دارد با خودش مهارت دارد دوستو. اینجا یک بار بید بعد دیگه هم 10 سامونه نمیره دوستان. باور کنید یک بار بیاید اینجا شما رو پذیرایی میکنن موی سرتون راست میکنن دیگه همون جای 10 سامونه نمیره. البته ما تنقید نمیکنیم که اونجا 10 سامون این وای گفته. و هر حال یک بار بیاید شما خدا خواهد ضرر نمیکنه دوستان. دیگه فقط همینجا زنگ
من میدونم چندین نفر رو بچه هاشون قطعی خونه خیز میبینم قدر سرها کسی که در رویش داغ‌ها باشد یا اون خیلی چیزایی باشد که خواهد خودش خوشرو کند عمده بو خطی رویش رو تازه میکنند. همین اپرات مخصوص برای روی است، روی تازه کردن است. حاضر من تو نرخای وطن چی خوراکه چی همه چی به هم مسکوه خرید که برابر است استان مخینه تی نککم گوره دیجی بیوش ککم گوره دیم که چیز نرسیه یا در اینجا بو گسنیچه هم دارن اینا دوستان. در اینجا مهمان خانه هم هسته برای چند روز زندگی کردن هم. مثلا مسافر ها باشه خواهد دم گرد میتونه با حضور آمد در همین شامی سلطان یه مهمان خانه هم دارن. البته قیمت به همت بسیار به для того, что очистить лицо, надо ходить к косметологу, не барбершоп. اینجا اکو کشلو خاص و فکرم همش اونیورسال نمیکنن جا شاید به همون خاطر البته برای کسمتولوگ رفتن در برای این چیزها اما اکو در این تریتوریا کی میرد کسمتولوگ همون خاطر وزیر استو گفتی اگه مستر نفسی رو کشیده هستم همون خاطر چی گویم همون با عیب نمیکنم برای استو این چیزا استوها مثلا در جاهای دوردست همه کارا میشن مثل همون دکترها هم همه کارا میکنن همه خرید که همه پروفسی دکترها میکنن چون وقتی که نیست متخصص جاش باید اون کس بگیره همون خاطر اینها نیست اما خیلی چیگی هم دست همه کارا میکنن اما فکرم کم کم رفته ایستاده چون بیننده ها کم شد به هر کسی که لایک زدگی نبود دو بار در روی اکران پخش میکنید حتی لایک میشه دوستان چون که کانال ما را بیننده زیاد شد علی قزوده جان چه سلامتی خوبه روزو مخصوصی دوستان برای یک کانال برای من یک کانال راست کنید البته کانال شما همون چیزی که شما میبینید همه یوتیوب تماشا میکنید هوای کانال شما هست خلاص بعضی افرمانی هاش همون چیزا رو میکنید تمام همون کانال تو همون کانال مهینه سفرزاده تیک ده живешь если вы имеете в виду не я живу в этом Мачинском районе вот Сомонион бывший Орджоникидзе максимум журналом 5 лет надо учиться брат Подольский и ба фикрам махина и ки дар зери эфири мо шумо бо ҳам шиносоӣ кардед я худохоҳ худо шуд ҷан кору над алҳамдулиллоҳ
کانال ازبکستان تیتسون. اقبال شریفزاده با احترام میگویم بگذار صف چنین صاحبکاران و سخاوتمندان زیاد شده و در کارهایشان آمد، در سودایشان برکت و در دیارمان همیشه آبادی و آرامی باشد. آمین. البته هم این سخن شما هم تمنیات بود هم دعا، همون خاطر آمین گفتم من، چون میفهمیم که همین گونه صاحبکارا زیاد شوند و وطن، البته وطن حاضر فقط صاحبکارا آباد کرده شدن. گوشه میبینی یک صاحبکار یک خرابزار گرفته، یک باغ بستان کرده است، یک آبادی شده، چندین نفر ها صاحب جای کار و صاحبی چیگه کسب کار شده ایستادن. ندارم خصوصا از این سلطانپور که من از پیش میکنم اینا را بین در آبادی دیار سهم ارزنده دارم. همین اسفالته همین دیار بتون همینا کرده گستن. خدا دولتشون زیاده کنم. اینا فیزلیچین داریم. اخری پنجکین ازبکستان از تمام گوشه کنال کشور خصوصا همین چی بیم فیزلیچین میشه سینام رو اینم ریشه الان اینجا من چی میگیم همینا هست. همون فیزلیچینی اینجا گسیسه هست برای دمگیری، اینجا اشخانه هست. همینا خدا دولتشون زیاده کنه. سلطانپور صفای چنین صاحبکارا زیاد گردد تا اینکه پیشروی وطن و آبادی وطن شود. پایرجان تختمت سلام شمایان نقدتان تاجیکان. برکه و بکای خودم پایرجان تختمت که از جمهوری ازبکستان مخلص اشدی ما هستید که هر اپیده ما را شما مثل سریال بیم تماشا میکنید. زنده و سلامت باشه بکای تختمت. امام الدین باقی نام تلفن واتساپ چند پول رایی کنم. نورالله یونسایی یک تلک برای اقبال شریفزاده. بهترین سخن خدا خواهد پکه من ویدیو میرم حتما همین گونه کامنتر یک دیگه مینویسید در زیر ویدیو من نموی ذکر پیت مینم کسی کامنتر خوبه برای چنین صاحبکار برای چنین جایی که همین جو مینویسد من همه ذکر پیت میکنم در اولی همین چی بیم ویدیو. مهینه سفر علی زاده زنده باشی خواهر عزیز. خدا نگهدار در کسب کارت هر جا که باشی تنسیتی خانه آوردی رو خانه سم عمر. خدا نگهدار خیلی مایل شرمنده کردی اکه عمر هرچی روسی گفت زدید آخه که نام و فامیلشون تاجیکی هست و با عمر زاده باشن. اگر سفر علی زاده این که از خیلی خواهر یوش هستن همارم عمر یک سرودی مصنوعی شود. تو خدا خواهد اکه ملاتالی بیافتن دکتر برای شما یک سرودی مصنوعی خوندن با امام الدین باقی نمره تلفن واتساپ. یعنی کی در کار برای شما؟ امام الدین باقی پررتر میگوشت که نمره واتساپ کی در کار است. بعد من برای شما جواب میدادم. امینم جیمابوی گواری پریویت دوست عزیزم امینم جیمابوی زنده باشه. حاضر از کجا استر کرده اینجا کجاست؟ اینجا سامان سلطان استانی سامان سلطان در همین نزدیکی من جای زیست زندگی من در همین نزدیکی هست. این خطاتون اختیار مرزا شریف یک بار دوید سرودو شد پرت پگاه
رقم من این همینجا می نویسم دوستان. اگه محمودی همین افروز رقم من واتساپ دارد میگه که از زنگ نزنه چون افیر خط میشه. مبارزی مسئله سخن دانسته بود تا دوست و دشمن نگردانی، بهترین معنی کجا زنده باشد به حرفی بی تعامل آشنا بیگانه میگردد. یا که پرویز شادی بیک نه، من اصلا در همین ویدیو هم نه در افیر نه در ویدیو هم همین ارچار نمیمونم، چون که در همون ویدیو من جالب میکنه. اما این جالب ها در کانال من برای من ضرر است، چون کانال محکم شده میشه. ممکن است اگر چند تا پایه هم همین گونه جالب ها فروید. مهراب زیاد السلام علیکم. و علیکم سلام. مصطفی خان بابکران سلام از یکترینبورگ. زنده باشه دوست عزیزم. یک نفر دیروز از یکترینبورگ اومد، خیلی یک حالتش چی بگیم نالیش کرد، گفت که یکترینبورگ تماما در کریز زنی بود. او همین سخنها راستن در بابت همین کریز یکترینبورگ. میگه چندین جاهایی که میدونستم رفتم کار نیست. عبدالرؤوف سلام علیکم. شهر نر استراحت زور کو زنده باشه اکی عبدالرؤوف. به فکر شما از همین وی کپچاقه امامدین واقع نه تلفن نمیکنم فروز بد دارم. خوب نویسید، من خدا خواهد خونده برای شما جواب خواهم داد انشاءالله. تقریبا یک سال میشه دوستو همصحبت هستیم. خدا خواهد اگر راه میشود با شما خداحافظی میکنم. نه اکمو قطعیری میشه. من از قطعیری زنده باشید دوستان. مردم قطعیری خدا نگهدار شود، دیارشون همیشه آباد شود. همین گونه گویم ثروتمندا و سخاوتمندا و صاحبکارا در همون قطعیری هم خیلی جاهای معیشی را برای مردمش سازد تا اینکه مردم یک دم گیرن. استال بیلیارد کجا شد؟ در پس بینا هست استاد. خاناتون به خدا اکو خداتون احتیاط کنید. خوب جان خدا نگهدار. کلیم میافته در شما ام انگلیسی نیجنی یکم میبرو یکم دارم ابشین یکم برونه در بشنده میبرو کانال تخرم چی خوش همه کانال همه مرگم در کانال زنده باشه لایک هم زنه. که شما اول تماشا میکنم میاره؟ نه همون ویزه نه اینه کل درست که در اول میبره. خیلی جان خدا نگهدار. دم گیرد محیب الله سلام گو، صحابم سلام گو. هر کسی ما رو میشناسه حتما یکیگی با 5 دقیقه دیگه با شما هستم دوستا. بعدا خداحافظی میکنم چون وقتی خوابم شده با سر خسته از پس کار و بار زندگی شدم نکنم. امروز روز عید غلبه بود که کسانی که این عید جشن میگیرن به همشون این عید تبریک میگم که
غالبیت پیروزی بر بالای فاشیسم بود، هیتلریسم بود. سید ایام سمیه یک بار مهرآبادم نوار گرید و پرتید. خدا خواهد شمالاش کم شوند، آباد شود، امون خیلی آبادی خصوص دوامی شود. حتما برای شما برآمده نوار میکنم سید ایام سمیه انشاءالله. شده نه yaşlı adam çeşmeye kaldı. Güzel. آبادی شد کو سکوچ یک نوار گرفته پرت دینیم. سکوچ گجاره دوستم، سکوچ قشلاقه نه سکوچ. مهربان خدا خواهد یه وقت رفته دارم وقتی کارشنده یکون وکیل نمیگه یک ویدیو چک کنم بعد فیسبوک برفتم دیگه نیستادم چون اونجا ما کلیم میبرم با انگه سنگ پرون باری سراسیمه بری نبردگیری تا افتاگزل گز میکنم. خدا خواهد همش میشه دوستان. میگم که به مقصد میرسد جویای کار آهسته آهسته. شما برومده یا نوار کنید طرف افتوانزل گاز نتید. من خودم پولی کردم میفهمتون شد گل نیسته دوستان به نظر میگیریم شما نویسه در وسط ما همون روز همون برم که حتما زنگ میزنم و آسته پایینام میخورم. همش میشه خلاقا ولی در پایین قشلاق هم در مسجد بسیار سکوچ هستم برای مردم پایان قشلاق هم قریبه بود شود. خیلی دوستو امیدوار هستم که همتون خوب هستید. هر جا که هستید خدا نگهدار هر یک که شما باشد. طول یک سال با شما بودم. هم وطن پین باشد هم مهاجر و مسافر هر جا که باشن پینج صاف سلامت و مستغنی باشن چون این آبادی ها زیاد شود در وطن تا اینکه وطن آباد شود. چون وطن آباد شود همه مردم آسوده زیست و زندگانی میکنن
خدا نگهدار. دعاگو باشید هم در حق ما، هم در حق یار و دوستا، هم در حق صاحبکارا، تا اینکه همه رونق کارش را بیاد. الها تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. سید ایام سمیم خداوند نگهدارتان بود. اکبر در حق همین مردم مسافر دعاگو باشه. الهیم خداوند مسافر رو در حفظ امانش نگه دارد. نظر خداوند از آنها دور نگردد. زن فرزند پدر و مادرشان ساق و سلامت نگه دارد برای آنها. عاقبت کارشون رو بخیر گرداند. از هر گناه عاقبت بلاها نگهشان دارد. ساق سلامت از دیار به دیار غیر رفتگیشان برای کار و بار زندگی، نه برای غارت و دیگر چیز، البته برای زیست زندگی خوب کردن رفتگیشان. خداوند همشان موفق گرداند. هر کسی که اینشون آمین میگوید برای اون موفق گرداند. صلح سلام علیکم همسین عزیز که خوبه. خدا نگهدار شما. ما الکی وقتی درآمد ما شد، اناتون به خدا سلامت باشه. اگه خدا خواهد ما رو در تیک تاک ببینید دوستان. خدا نگهدار. السلام علیکم.